که با شما خصومتی ندارم، فقط تو این ویدیو خواستم بگم در جایگاهی نیستیم که استاندارد تعیین بکنیم. تا حالا مردی رو دیدی بگی بیا تمام این پول من مال تو، فقط با احساساتم بازی نکن؟ وقتی میخوان یه دختر رو تحقیر کنن میگن با مردا میخوابه، وقتی میخوان یه مرد رو تحقیر کنن بازم میگن با مردا میخوابه. نتیجه خوابیدن با مردا عیب محسوب میشه. بالا 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 پرچم کشور من همیشه در بالا 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 پرچم ایران من همیشه در بالا.